برنامه تلویزیونی نتفلیکسه، در واقع یه مسابقه واقعیه. کیک سازای ماهر میان اونجا کیکاشونو شبیه اشیاء واقعی درست میکنن و داورها بهشون رأی میدن. داستان 2 دوست صمیمی به نامهای جین و کورین. یکیشون خیلی خجالتیه، یکیشون خیلی اجتماعیه. کورین جین خجالتی رو وادار میکنه که هر روز به یه کافه بره. این ماجراجویی تا جایی ادامه پیدا میکنه که کورین به مریضی سختی مبتلا میشه. یه برنامه 8 قسمته هست که شرکت کننده های واقعی تو چالش های گروهی و فردی شیرینی پزی سعی میکنن جایزه 5 میلیارد تومانی رو مال خودشون کنن. این فیلم داستان قنادی رو نشون میده که عاشق مغازه قنادیشه تا زمانی که سرمایه‌دارای بزرگ قصد خرید مغازه‌شو دارن و جسی برای نجات قنادیش در کنار یه رابطه عاشقانه وارد چالش‌های جدیدی میشه. دختر بچه 9 ساله که با یه سفر به فرانسه کلی چیز یاد میگیره و با خلاقیتش توی قنادی پدر بزرگش میتونه کلی معروف و مشهور بشه. اگه عاشق قنادی هستی پیجمو فالو کن تا گمم نکنی، چون اینجا همه چیز در مورد کیک و شیرینیه.